این جوان زن که هنگام بمباران جنبش طالبان به خانه‌اش در ولایت فاریاب افغانستان زخم برداشته است، نخستین بار زیر دوربین عکاس لیتوانیایی وایوا کاتینیتید عکاسی شده است. It's an interesting story how I took this picture. قصه عکسگیری من خیلی جالب است. آن کمپری در عکس بوده مرا به نزدش دعوت کرد و کرته آن جوانزن را از گریبانش کشید و با اشاره به من گفت که زود عکس گیر. آن دخترک بسیار شرم می داشت و نمیخواست که من عکس گیرم، اما زنی در نزدش بوده پافشاری میکرد که تا من عکاسی کنم. That's how I got the picture. It was a split second. وایوا در ردیف این عکس ده‌ها عکس دیگر را زیر نام رنگ‌های افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک به نمایش گذاشت. او سال 2015 برای انعکاس وضع فعلی این کشور جنگ زده توسط عکس‌ها به 5 منطقه افغانستان سفر کرده بود. Before I went to Afghanistan, for some reason I had this idea the country is very yellow. پیش از آن که به آنجا سفر کنم فکر میکردم که در روی دستگاه صورتگیریم تنها رنگ‌های خاکستر و زرد نمایان می شود، چون آثار جنگ و غم فقط این رنگ‌ها را ifade میکند. اما من آنجا اکثرا با رنگ‌های سبز و گلابی روبرو شدم که برعکس تصور من بود. They have a lot of green color in the markets, all the water. این عکاسی جوان در معرفی نمایشش ذکر داشت که بیشتر کوشیده است عکس‌هایش را نه از زاویه جنگ و زوراوری بلکه مبارزه برای آرمان‌های ملی و حس امید به فردای مردم افغانستان روی شیشه نواربرداریش منعکس نماید. مارتینا مساکووا ساکن شهر پراگ که افغانستان را در آینه نیلگون همیشه غرق خون و ماتم دیده است، ولی در این عکس‌ها رنگ‌های دیگر را هم از آن کشور پیدا کرده است. Well, most obviously it's probably like the terrorism. با وابستگی به تروریسم، جنگ و مواد مخدر سیمای این کشور به معنی منفی معرفی شده است. اینجا بیشتر تاثیر رسانه‌ها بزرگ است که آنها تنها همین سمت افغانستان را انعکاس می‌کنند، نه طرف دیگر را. ولی این عکاس موفق شده است که لحظه‌های خوشبختی ساکنان و کودکان را هم ثبت کند. of the country, but not actually the other side is افغان‌های مقیم پراگ میگویند که هرچند یک زن اروپایی به کشور جنگ زده رفته و عکاسی کردنش کار بسیار نادر است، ولی میتوانست افغانستان را از این هم بیشتر معرفی سازد. از نگاه کمپوز که خود عکس تشریح کننده باشه، تشریح کنه چی چیز را ما نشان میتیم برای بیننده خود. یک عکسی که از آفتاب لگن گرفته شده این بسیار جالب است. باید آفتاب هم همراهش می بود با این لگن. اینجا برای اروپایی هر باریکی، هر دیتیل بسیار جالب است. ولی وایوا کاتینیتید میگوید در این نمایشگاه تنها جزئی از عکس‌هایش را پیشنهاد کرده است و صدها عکس دیگر را در بایگانی ایجادیش نگه داشته است. وی نیت دارد بهار امسال باز به افغانستان سفر کند و صدها عکس دیگر را به خاطره تجهیزات عکاسیش ثبت نماید. مهم از همه میخواهد رنگ‌های افغانستان را که دوربین وی سبز و روشن دیده است در نمایشگاه به ساکنان آنجا نیز پیشنهاد کند.